واقعا امام حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نیز وقتی که صحیح بخاری را شرح دادند در مدت 25 سال به آخر رسانیدند. در مدت 25 سال به آخر رسانیدند و در انتهای آن یک توی دادند برای شکرانه نعمت الله تعالی که ایشان را موفق کرد. چون هر کس در اتمام کتاب شروع کردش موفق نمی شود. چقدر عالم ها هستند که یک کتاب را با نیت نیک به شرح آن شروع کردند، کتاب به آخر نرسیده یا به یک مشغولیت گرفتار شدند یا به بیماری گرفتار شدند یا عمر آنها پیش از انتهای کتاب به آخر رسید و همین گونه کتاب ناتمام ماند. و این چنین دیگر شرح‌ها، اگر دیگر شرح‌ها را بینید، بعضی شرح‌ها در بدایت کتاب بسیار شرح مفصل، شرح وسیع از تمام انواع علم‌ها استفاده بردند. وقتی که به نصف کتاب و آخر کتاب می‌بینید کتاب رفته رفته به حاشیه تبدیل یافته است، نه شرح. و نفس حافظ ابن حجر از بدایت کتاب تا نهایت کتاب یک رنگه هست. یعنی چه خیلی که در سری کتاب، در ابتدای کتاب شرح داده بودند، در مابین و در آخر کتاب، در همه جای کتاب با یک اسلوب شرح دادند. و کتاب هم در مدت 25 سال، این وقتی بزرگ است واقعا، مکمل کردن. بنابراین به 500 دینار به مردم توی و طعام دادند که اگر به نرخ امروزه اگر حساب کنیم $100,000 میشد. توی دادن برای شکرانه این نعمت.